گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 16. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. سیوم، آسیای میانه و ایران در عهد سلطنت هخامنشی ها. اکادمیک بابا جان غفورov در این زیرباب شاهنشاهی هخامنشی ها را دولتی بزرگ نامیده تاکید کرده است که عنعنه‌های سیاسی و اقتصادی و مدنی این شاهنشاهی به دولت‌های بزرگ بعد تشکیل یافته از جمله دولت‌های کوشانیان، اشکانیان، پارت و ساسانیان تأثیر جدی گذاشته است. تأثیر دولتداری هخامنشی ها حتی در اداره کنی ایمپریای اسکندر مقدونی نیز مشاهده می گردد. شاهنشاهی هخامنشی یکی از پراقتدارترین ایمپریاهای جهان قدیم بوده، زیاده از 200 سال موجودیت خود را نگاه داشت و در تاریخ شرق قدیم همچون دولت متمرکز و تشکل یافته موقع نمایان را اشغال می نمود. آیین و سنت دولتداری، سازمان‌های اقتصادی و سیاسی و عنعنه‌های فرهنگی که در این دوره به وجود آمدند عصرها باقی ماندند. در سالهای موجودیت شاهنشاهی هخامنشی در حیات مردم آریایی تبار تغییرات مهم اجتماعی به عمل می آید. پیش از همه رشد مناسبت‌های زمینداری، افزودن اهمیت مهنت غلامان، فعالیت منظم تجارتخانه‌های بابل مشاهده می‌گردند. ترتیب منظم پرداخت مالیات و نظام یگانه دولتی پولی تشکل می‌یابد. اصول اداره شوی به ساتراپی‌ها، ولایت‌ها، تقسیم نمودن دولت با حدود و مرز انیق، نظام معین کارگزاری با استفاده خط یگانه آرامی جاری می گردد. هخامنشی ها اولین شده پاشته را تشکیل نمودند، راه های نو ساخته، راه های کهنه کاروانگذر را تعمیر کردند. همزمان قانونگذاری یگانه دولتی تشکیل یافته در تمام قلمرو دولت هخامنشی جاری گردید. اما برابر آن قانون‌های پیشینه خلق‌های شاهنشاهی نیز نگاه داشته شدند. البته واقعیت تاریخی در آن زمان نهایت مرکب بود و سیاست پیشگرفته پادشاهان هخامنشی را تنها در قیاس با سلطنت‌های دیگری مستبد شرق قدیم که ظلم و استبداد آنها شدیدتر بود میتوان بها داد. زیرا در زمان حکمرانی این خاندان نیز مبارزه های تند و تیز سیاسی، شورش های مردمی به وقوع آمدند. ولی هخامنشی ها نسبت به دیگر حکمرانان همزمان خود
به آیین و مذهب‌های خلق‌های دیگر خیلی با تحمل مناسبت کرده، حتی معبد و کلیساهای کشورهای مختلف را دوباره برقرار نمودند. برای همین اساسگذار دولت هخامنشی کوروش را فارس‌ها جدی کبیر، بابلی‌ها رسول خدای مردوک، یونانی‌ها رجولی بزرگی دولتی و یهودیان نجات بخش خدا یهوه نامیدند. با فرمان کوروش عبادتخانه‌های بابل و یهودیستان دوباره از نو برقرار کرده شدند. تشکیل راه‌های نو و تعمیر راه‌های کهنه باعث رواج تجارت داخلی و بین الخلقی گردیدند. در نتیجه عالمان خارجی از جمله یونانی‌ها به مثل گکاتی، هرودوت، دموکریت و دیگران به این سرزمین سفر نموده دایر به تاریخ و فرهنگ پیشرفته شرق به هموطنان خود خبر رسانیدند. شاهنشاهی هخامنشی کشورها و خلقهای گوناگون را متحد میکرد و محض در همین دوره یا 200 سال پیش از هجوم اسکندر مقدونی در این قلمرو آمیزش سینتز فرهنگ‌های گوناگون ابتدا گرفته بود. مثلا در جزیره الیفانتینای نزد سرحد نوبیه و در شهر ممفیس مصر، مصریان، فارس‌ها، یونانیان، خوارزمی‌ها، بابلیان، آرامی‌ها، یهودیان، فینیکی‌ها، در نیپور و دیگر شهرهای بابل، بابلی‌ها، مصری‌ها، کری‌ها، لیدی‌ها، میدی‌ها، یهودی‌ها، هندوها، سکایی‌ها، باختری‌ها، خوارزمی‌ها، در شوش، ایسترخ و شهرهای دیگر صدها و هزارها اهل مصر، بابل، یونان و غیره زندگی می‌کردند. این خلق‌ها با هم در معامله بودند. آنها عرف و عادت‌های دینی یکدیگر را پذیرفته نه فقط با خدایان خود بلکه با خدایان دیگر هم سجده می آوردند. نامهای خود را نیز عوض نموده نامهای دیگران را قبول می کردند. همینطور فرهنگ مادی و معنوی خلقهای گوناگون به هم آمیزش یافته در زمینه آن فرهنگی کاملا نوی پیشرفته دولت هخامنشی تشکل یافت. خلقهای آسیای میانه مخصوصاً باختری‌ها، خوارزمی‌ها، سغدی‌ها، پارت‌ها، مروانی‌ها، سکایی‌ها و دیگران هم به تشکل و رشد این فرهنگ سهمی برجسته گذاشتند. ساکنان آسیای میانه جنگاوران ماهر و کار آزموده بودند و در لشکر هخامنشی‌ها مقامی بلند داشتند. مثلا طبق معلومات سرچشمه‌ها در محاربه مرفان جنگ یونان و فارس سربازان سواره سکایی شرکت نموده به افینگی‌ها ضربه سخت زدند و در محاربه های نزد پلاتی و فرماپیل مردانگی و جسارت فوق‌العاده نشان دادند. سکایی های جنگاور در هیئت قشون‌های کشتیگرد نیز در محاربه ها اشتراک می‌کردند. به صف لشکر یکچینی سرلشکر فارس مردانی برابر فارس ها و میدی ها باختری ها و سکایی ها نیز داخل بودند. برابر آن نمایندگان خلق‌های آسیای میانه از جمله سکایی ها در صف لشکر مصر هم بودند. سفالپاره های زیاد با عکس سرباز سکایی کلاهدار در قلمرو دولت هخامنشی ها از مصر تا آسیای میانه دریافت شدند. مسکنها اقامت سربازان سکایی از اطراف شهر نپور و دیگر شهرهای بابل پیدا شده شهادت می‌دهند که سکایی ها و دیگر خلقهای آسیای میانه در صف ارتش کشورهای مختلف خدمت سربازی ادا می‌نمودند. غیر از این با سبب‌های دیگر نیز نمایندگان گوناگون خلق‌های آسیای میانه به کشورهای غربی شاهنشاهی از جمله شمالی افریقا، جزیره‌های بحر میانه زمین، آسیای خرد برای زندگی هجرت نمودند. اهالی کشورهای غربی نیز به آسیای میانه مهاجرت نموده ساکنی دائمی اینجا می‌گردیدند. اهالی کشورهای غربی نیز به آسیای میانه مهاجرت نموده ساکنی دائمی آنجا می گردیدند.
در دولت هخامنشی ها منصب های مهمی دولتی را اساساً فارس ها اشغال می نمودند، اما در برابر آنها نمایندگان دیگر خلقها از جمله خلقهای آسیای میانه نیز و اداره کنی جلب می شدند و حتی وظیفه های بلندی دولتی را نیز صاحب می شدند. مثلا در عصر 4 پیش از میلاد امینسپی پارتی حکمران مصر گردیده بود. نقش خلقهای ساتراپ‌های شرقی یعنی آسیای میانگی در فرهنگ زمان هخامنشی نیز خیلی مؤثر می باشد. از جمله داستان قدیمه خلقی ایرانی که آن را از پارچه‌های باقی مانده تاریخ فارسی طبیبی دربار اردشیر دو کتیسی پیدا و دسترس گردیده است، اساساً در محل‌های سکونت باختری‌ها و سکایی‌ها ایجاد شده، سپس به طرف غربی ایمپریا پهن شده است. بعداً بسیار سوژه های این داستان به شاهنامه حکیم فردوسی وارد گردیدند. مکان اساسی پیدایش آیین زردشتی نیز واحه‌های آسیای میانه بود، سپس آن به تمام حدود دولت هخامنشی پهن گردید و به مذهبی دولتی تبدیل یافت. در عصر 5 پیش از میلاد در شهر ممفیس مصر معبد خدای ایرانی میتر موجود بود و در دوره ایمپریای ریم پرستش این خدا در بسیار مملکت‌ها رسم گردیده تا جزیره های بریتانیا رسید. تاریخ شناس بابلی عصر 3 پیش از میلاد براس خبر می‌دهد که با سپارش اردشیر دو مجسمه آلهه اناهیتا در شهرهای بابل، شوش، اکباتان، استخر، باختر، دمشق و سرده گذاشته شده بود. سرچشمه های تاریخی دایر به سفر موغهای ایرانی به بابل و مصر با مقصد گذرانیدن مراسم های دینی پیوسته سفر می کردند. دانشمندان یونانی از آیین زردشتی کاملا باخبر بودند و حتی دایر به آن رساله های مخصوص نیز نوشتند. از جمله ارسطو درباره موغها، پلوتارخ، دیاگن لائرتی، مورخ لیدی عصر 5 پیش از میلاد کسانف، مورخ بابلی براس، فیلسوف بیبلی فلان و بسیار دیگران دایر به دین زردشتی رساله ها نوشتند. از این رو اساس آیین زردشتی و تشکل نظام فلسفه یونانیان قدیم تأثیر نهایت مؤثر گذاشته است. هنر و هنرمندی در قلمرو هخامنشی‌ها خیلی رشد کرده بود و ساکنان کشور بزرگ عنعنه‌های فرهنگی خود و خلق‌های همسایه را ایجادکارانه ادامه می‌دادند. در حدود پهناور از سیبیر تا لب بحر سیاه یک هنری طایفه‌های سکایی که آن را در علم سبک اسکیفی تصویر حیوانات می‌نامند پهن شده بود. این هنر تا به حد معمول و مشهور بود که حتی نقاشان یونانی از آن استفاده می بردند. هنر زمان هخامنشی از این سبک مخصوص که در بین ساکنان اوراسیا از جمله آسیای میانه حکمران بود خیلی بهره برداشته است. آثار آن را عالمان از حدود ارل، هفترود، پامیر و یک قطار محل‌های قزاقستان امروزه و دیگر موضع‌ها پیدا نمودند. لباس خلق‌های آسیای میانه و دیگر منطقه‌های دولت هخامنشی‌ها عمومیت زیادی را صاحب بودند. مثلا لباس خوارزمی‌ها، باختری‌ها و دیگر خلق‌های آسیای میانه بیشتر به هم مانند بود. تنها سکایی‌های تیگر خود با کلاه خود فرق می‌کردند و لباسشان از نیمتنه تسمه و شلوار کوتاه عبارت بود. تصویرهای برجسته بیستون، تخت جمشید و نقش رستم دایر به طرز لباس آن وقته دانستن خصوصیت‌های آنتروپولوژی و اتنوگرافی این خلق‌ها معلومات خوب می‌دهند. مواد باستانشناسی و آثار بازیافت شده دایر به انکشاف رابطه‌های فرهنگی و تجارتی ولایت‌های دولت هخامنشی‌ها از جمله آسیای میانه و دیگر منطقه‌ها شهادت می‌دهند. از قرغان‌های منسوب به عصرهای 6-4 پیش از میلاد بوده کشور آلتای اشیای از پوست،
پشم و نمد ساخته شده زیاد به دست آمده است. گلیم و دیگر متای پشمینی قرغان پنجمی پذیریق از رشد درجه بلندی هنری بافندگی و قالینسازی خبر می‌دهند. محققان در آن عقیدند که این هنر هم در ایران و هم در آسیای میانه رشد یافته بوده است. در دیگر سمت‌ها نیز رابطه‌های زیچ و پیشرفت صنعت و هنری بلند مشاهده می‌شود. در ساختمان قصر شوش طبق نوشتجات بیستون طلا از باختر، لاجورد و عقیق از سوخت، فیروزه از خوارزم استفاده شده است. لاجورد آسیای میانه حتی در هندوستان، بابل و مصر هم استفاده شده است. علاوه بر این در حدود یک ایمپریا به هم آمدن خلقهای زیاد و گوناگون باعث آمیزش فرهنگهای گوناگون گردید. در نتیجه یک تمدن خیلی برجسته تشکل یافت که در پیشرفت آن باختری ها، سغدی ها، خوارزمی ها، مرغیانی ها، سکایی ها و دیگر خلق ها سهم نهایت مهم گذاشتند. نوشتجات آرامی از حدود ساتراپی های شرقی دولت هخامنشی، تکسیل، پولی درونته و قندهار شهادت می دهند که همان وقت زبان و خط آرامی به سرگه هند و آسیای میانه پهن شده در اداره های دولتی رسمی گردیدند. قالب های به زبان های ایرانی گردانیدن اصطلاحات و خط آرامی نیز در همین دوره به وجود آمده است. پس از این 4 نظام خطی ایدئوگرافی پارتی، فارسی، سغدی و خوارزمی تشکل یافتند که تا زمان اصطلاح عرب ها موجودیت خود را نگاه داشتند. خط ایدئوگرافی نمودی خطهای قدیمه که علامتهای آن آواز یا هجا را افاده نکرده بلکه پره واژه و یا قسمی اساسی کلمه را افاده می کند. یکی از نشان دهنده اساسی رشد کسب و هنر و مناسبت‌های پولی و مالی ترقیات با سرعت شهرهای آسیای میانه همچون مرکزهای معموری و هنرمندی می باشند. خلقهای آسیای میانه اولین بار در دوره هخامنشی ها با پول تنگه آشنا شدند. آثار زیادی سکه های زمان هخامنشی ها از حدود آسیای میانه پیدا گردیدند. رابطه های تجارتی آسیای میانه نیز خیلی رونق یافته بود. نمونه های صنعت ایران غربی، مصر، علام، بابل و دیگر کشورها که از حدود منطقه یافت شده اند به این شهادت می دهند. همین طور شاهنشاهی بزرگ هخامنشی که زیاده از 200 سال موجود بود پر اقتدارترین ایمپریای جهانی محسوب می یافت و عنعنه‌های سیاسی و فرهنگی آن بر رشد دوره‌های بعدینه مخصوصاً دوره الینیستی، دولت‌های پارت، ساسانیان و عموماً تاریخ خلق‌های شرق قدیم نقش بارز گذاشته است. وحدت سیاسی دوره هخامنشی خلق‌های شرق مرحله مهمی انکشاف اقتصادی و فرهنگی تمدن جهانی گردید که در آن نقش قوم و طایفه های آسیای میانه نهایت برجسته می باشد. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 16. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند.
کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می‌بخشد.